به کانال شب‌های قصه خوش اومدید. امشب براتون افسانه جذاب از مردم فرانسه رو آماده کردیم. این داستان تو فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های دیگه‌ای هم روایت شده که معروف‌ترین اونا داستان راپونزل یا همون گیسو کمند خودمونه. اما بهتره بدونیم که ریشه این داستان به شاهنامه خودمون که همون داستان زال و رودابست برمیگرده. اگه به داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی هم علاقه دارید میتونید به کانال دیگه ما هم سر بزنید که لینکشو تو توضیحات قرار دادیم. من ترنم هستم از کانال شب‌های قصه. بدون معطلی بریم سراغ قصه‌مون. یکی بود یکی نبود. در زمانهای بسیار دور زن و مرد جوانی در یک کلبه کوچک زندگی می کردند. سالها بود که آنها در آرزوی داشتن فرزندی لحظه شماری می کردند تا اینکه زن باردار شد. اما هنوز چند روز نگذشته بود که به شدت بیمار شد و اشتهایش را از دست داد. شوهرش بهترین و خوشمزه ترین غذاها را برای همسرش آماده می کرد، اما فایده ای نداشت و حال زن روز به روز بدتر می شد. یک روز مرد بیچاره که دیگر کاری از دستش بر نمی آمد کنار همسرش نشست و گفت: هر کاری توانستم کردم، دیگر نمیدانم چه بکنم. حتما دارویی برای درمان بیماری تو وجود دارد. هرچه به نظرت می رسد بگو تا برایت فراهم کنم. زن با صدای بسیار ضعیفی گفت: تنها داروی من گیاه رپونس است که فقط در باغ جادوگر می روید. مطمئن هستم که اگر کمی از آن گیاه را بخورم حالم خوب می شود. مرد جوان با شنیدن اسم جادوگر رنگش مثل گچ سفید شد، اما به همسرش قول داد تا هر طوری شده آن گیاه را برایش تهیه کند. باغ جادوگر پیر نزدیک کلبه کوچک آنها بود و دیواری بسیار بلند و قدیمی دور تا دور آن کشیده شده بود. داخل باغ هم پر از درختانی بسیار بلند با برگ‌هایی عجیب و غریب بود. انواع گیاهان دارویی نیز در آنجا می رویید، اما هیچ کس جرأت نداشت وارد باغ شود، چون همه از جادوگر پیر و بدجنس می ترسیدند. وقتی هوا تاریک شد، مرد جوان کنار دیوار باغ جادوگر رفت. قلبش به شدت میزد. خوب اطرافش را نگاه کرد. وقتی مطمئن شد کسی در آن اطراف نیست، از دیوار بالا رفت و وارد باغ شد. دسته ای از گیاه رپونس را چید و به سرعت نزد همسرش برگشت. به محض آنکه همسرش مقداری از آن گیاه را خورد، حالش خوب شد و دوباره اشتهایش را به دست آورد. اما هنوز چند روزی نگذشته بود که دوباره بیمار شد و اشتهایش را از دست داد و به همسرش گفت: خواهش می کنم برو و چند شاخه دیگر از این گیاه برای من بیاور. اگر از آن گیاه نخورم به زودی خواهم مرد. مرد قبول کرد و دوباره با تاریک شدن هوا وارد باغ جادوگر شد. اما همین که خواست چند شاخه رپونس بچیند، جادوگر بدجنس سر رسید و با دیدن او قهقهه بلندی سر داد و گفت: ای دزد بدجنس، چطور جرأت کردی وارد باغ من شوی و از گیاهان آن بچینی؟ مرد که خیلی ترسیده بود التماس کنان گفت: خواهش میکنم، همسرم به شدت بیمار است. اگر از این گیاه نخورد میمیرد. اجازه بده تا کمی از آن را برای او ببرم. جادوگر گفت: بسیار خوب، اما یک شرط دارد. تو باید نوزادت را بعد از تولد به من بدهی. مرد بیچاره قبول کرد و با چند شاخه گیاه رپونس نزد همسر بازگشت. همسرش از آن گیاه خورد و خیلی زود حالش خوب شد و چند ماه بعد دختری زیبا به دنیا آورد. اما جادوگر همان روز سر رسید و دختر کوچولو را از آنها گرفت و گفت: این نوزاد مال من است و من نامش را رپونس می‌گذارم.
هرچه پدر و مادر بیچاره التماس کردند، جادوگر گوش نداد و رپونس را با خودش برد. دوستان عزیز، قبل از ادامه فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. بریم ادامه قصه‌مون. رپونس روز به روز بزرگتر و زیباتر می شد تا اینکه به سن 16 سالگی رسید. جادوگر بدجنس او را به جنگلی تاریک برد و داخل برج بسیار بلندی زندانی کرد که تنها یک پنجره، آن هم در اتاق رپونس داشت. رپونس که خیلی تنها بود برای فراموش کردن تنهاییش آواز می‌خواند. جادوگر بدجنس هم هر روز پای برج می آمد و رپونس را صدا می‌زد و می‌گفت رپونس، رپونس، کیسه بلندت را پایین بیانداز، برایت غذا آورده‌ام. و رپونس هم کیسه بلند و طلایی‌اش را از پنجره پایین می‌انداخت تا جادوگر از آن بالا بیاید. یک روز شاهزاده‌ای که از نزدیک برج می‌گذشت صدای زیبا و غمگین دخترک را شنید و ایستاد. او سعی کرد راهی پیدا کند و وارد برج شود، ولی برج هیچ دری نداشت. شاهزاده هر روز کنار برج می آمد و به آواز غمگین رپونس گوش می داد و بعد از مدتی می رفت. یک روز صبح که شاهزاده مثل همیشه کنار درختی نزدیک برج ایستاده بود و به آواز رپونس گوش می داد، جادوگر بدجنسی را دید که کنار برج آمده. با صدای بلند فریاد زد رپونس، رپونس، کیسه بلند و طلاییت را پایین بیانداز، برایت غذا آورده‌ام. و در مقابل چشم‌های حیرت زده شاهزاده، کیسه طلایی بلندی از پنجره بالای برج پایین افتاد و جادوگر از آن بالا رفت و بعد از مدتی برگشت. بعد از رفتن جادوگر، شاهزاده پای برج ایستاد و همان جملات را تکرار کرد. کیسه بلند و طلایی رپونس پایین آمد و شاهزاده هم مثل جادوگر از آن بالا رفت. رپونس که تا آن زمان انسان دیگری غیر از جادوگر پیر بدجنس ندیده بود، با دیدن شاهزاده وحشت کرد و چند قدم به عقب برگشت و نفس زنان گفت تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ شاهزاده که از دیدن رپونس در آن اتاق تاریک خیلی تعجب کرده بود، به آرامی گفت از من نترس، با تو کاری ندارم، فقط میخواستم صاحب صدای زیبا و غمگینی را بشناسم که هر روز از این برج میشنیدم. تو اینجا چه کار میکنی؟ چرا تو را زندانی کردند؟ رپونس که دیگر از شاهزاده نمی ترسید، تمام ماجرای زندگیش با جادوگر را برای شاهزاده تعریف کرد. شاهزاده گفت نگران نباش، من تو را از این برج بلند و تاریک نجات می دهم. رپونس گریه کنان گفت ولی این امکان ندارد، چون من نمی توانم از این بالا پایین بیایم. جادوگر پیر مرا در اینجا زندانی کرده است. شاهزاده فکری کرد و گفت تو برای خارج شدن از این برج به یک طناب بلند احتیاج داری. من هر روز می آیم و برای تو یک کلاف نخ ابریشم می آورم تا با آنها طناب بلندی ببافی و از این برج پایین بیایی. به این ترتیب شاهزاده هر روز به دیدن رپونس می رفت و برای او یک کلاف نخ ابریشمی می برد. یک روز جادوگر بدجنس یکی از کلاف‌ها را دید و فریاد کشید دختر بیچاره، چطور جرأت کردی به من دروغ بگویی؟ حالا گیس‌هایت را می‌برم تا دیگر دست به چنین کارهایی نزنی. بعد با یک قیچی بلند موهای طلایی رپونس را برید و دخترک را از برج بیرون برد و در دره عمیقی زندانی کرد و خودش دوباره به برج برگشت و منتظر آمدن شاهزاده شد.
شاهزاده که از نقشه جادوگر بدجنس خبر نداشت، مثل هر روز پای برج آمد و رپانس را صدا زد. جادوگر هم به محض شنیدن صدای شاهزاده یک سر گیس را به پای میز بزرگی بست و سر دیگر آن را از پنجره به پایین انداخت. شاهزاده بیخبر از همه جا دست به گیس طلایی گرفت و بالا آمد، اما تا نزدیک پنجره رسید جادوگر را کنار پنجره دید که با قیچی بزرگی منتظر او ایستاده است. جادوگر خنده وحشتناکی سر داد و گفت: تو دیگر هرگز او را نخواهی دید. رپانس از اینجا رفته است. و بلافاصله گیس رپانس را برید و شاهزاده را به میان شاخه‌های خاردار جنگل انداخت. شاهزاده بلند شد، اما چشمهایش جایی را نمیدید. با زحمت زیاد چوبی پیدا کرد و به کمک آن از کنار برج دور شد. او تصمیم گرفت تا هر طور شده رپانس را پیدا کند و طلسم جادوگر را بشکند. شاهزاده به هر کس می رسید درباره رپانس پرسجو می کرد، اما هیچ کس رپانس را نمی شناخت. سالها گذشت تا اینکه یک روز شاهزاده صدای آواز آشنایی را شنید. او صدا را شناخت و به دنبال آن رفت تا به دره عمیقی رسید. رپانس شاهزاده را دید و شناخت و به طرفش رفت. شاهزاده لاغر شده بود و لباسهای کثیف و پاره‌ای به تن داشت. رپانس از شدت خوشحالی آنقدر گریه کرد تا طلسم جادوگر شکست و شاهزاده دوباره بیناییش را به دست آورد. آنها به قصر رفتند و خبر ازدواجشان را به مردم شهر دادند. در شهر همه درباره رپانس حرف می زدند. خبر به گوش پدر و مادر رپانس رسید. آنها وقتی فهمیدند که دخترشان از دست جادوگر بدجنس نجات پیدا کرده، با خوشحالی پیش رپانس رفتند و سالهای باقی مانده عمرشان را در کنار دختر مهربانشان به خوبی و خوشی زندگی کردند. همراهان عزیز، اگر از این قصه خوشتون اومد فراموش نکنید که اونو لایک کنید. تا قصه شب‌های بعدی، بدرود دوستان.